یکی از دوستان داخل کامنت ها گفته بود که رزیدنت ویل 8 خیلی غم انگیزه. میدونم. همه وقایع بازی 3 سال بعد از رزیدنت ویل 7 اتفاق میفته. ایتن وینترز با میا وینترز صاحب بچه‌ای میشن به نام روز. همه چی خوبه تا زمانی که سر و کله دار دسته کریس ردفیلد پیداشون میشه و میا رو با تمام خونسردی میکشن و ایتن و دخترشون میدزدن. ایتن وقتی به هوش میاد داخل یک روستا بیدار میشه که اون روستا تقریبا میشه گفت نفرین شده است. بر این روستا 4 موجود جهش یافته حکومت میکنن: لیدی آلچینا دیمیترسکو، دونا بنوینتر، سالواتور مورو، کارل هایزنبرگ. این 4 نفر همه زیر نظر شخصیت منفی اصلی بازی هستن، یعنی مادر میراندا. تجربیاتتون رو درباره بازی ترسناک توی کامنت ها بنویسید.